سلام دوستان، الیکس بنده هستم. خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. آقا چطورین؟ چه خبر؟ چی کارا میکنین؟ مدارسم شروع شده و دیگه ویدیو هم کم شده. البته نزدیکای تابستونم ویدیو دیگه نذاشتم راستش و درگیر اکاندم و اینا بودم، درگیر اکاند کالاف اینا بودم، ولی دیگه اکاندم اینا درست شد و اومدیم بهتر کنیم. چون من یه مدت خیلی ماینکرافت بازی میکنیم داخل این چنل و اومدم چنل یوتیوب زدم. بچه آخراتم لایو میشیم. اگه چه قاطی کردم آجی. آخراتم لایو میشیم هر شب ساعت 7:30 اینا لایویم. حتما بیاین، خیلی خوش بگذره. کالاف و کال آف دیوتی موبایل و با ماینکرافت بازی میکنیم و خلاصه آره دیگه برو سراغ دیگه. اما من خود تازه زدم، فکر نکنید خیلی وقت بازی میکنم. تازه زدم و گفتم من که میخوام ویدیو بگیرم یکی دو روز دیگه، بذار از الان بگیرم، همین رو بازی میکنیم ادامه میدیم. بچه ها اگه خوشتون اومد از این مود چیز، از این تکسچر شیدر، یه جورای شیدر هم میشه، تکسچر هم میشه بهش گفت. اگه خوشتون اومد حتما بهم بگین، بگم آموزش نصبش براتون بذارم، برین نصب کنید رو ماینکرافتتون و عشق کنید. میبینید همه چیز تغییر کرده، تبر و کلنگ و اینا. و این خونه هم تازه ساختم، یعنی بغل ویدیو اسم این خونه رو داخل راستش یه ویدیویی دیده بودم، گفتم بذار. چیز زیادی هم واقعا نمیخوام. پایین این گوشم اینجا هم که وسایل دو تا هم چیز بغلش ببین، با این که کوچیکه خیلی بکار میاد. خب یعنی به کار بیاترین خونه کوچولویی که من تا حالا دیدم. بعضی خونه ها مثلا کوچولوترن و چیزترن، ولی خب حالا ما همین بازیم. آقا بریم سراغ چیز. اون ویلیجر من لوت کردم، آیرون گلامش هم زد. آیرون گلام خوب. آیرون گلامش هم زدم و آیروناش همونایی بودن که دستم بود. برو بریم میزه لوت کنیم ببینیم دور اطراف گوسفندی چیزی نیست. من غذا ندارم. بله درست، یه دونه گوسفند اینجا نیست ما بزنیم غذا بده. بچه چنل روبیکامونم عضوشیم. ویدیو دو تا ویدیو کلن چنل روبیکامون 2 تا پیام رد و بدل شده. اونم 2 تا ویدیو قبلی مونه که لینکشو براتون گذاشتم، اگه خواستین بریم ببینید. البته 2 تا این چیز خاصی نیست، اونا رو پاک میکنم از امروز دوباره چیز میکنم. چنل روبیکامون داخل توضیحات ویدیو هست لینکش، حتما برین عضوشین. خیلی خوبه، میگم خیلی خوبه. یا اونجا اطلاعاتو بهتون یادآوری میکنیم، لینک ویدیو رو میذاریم و استریم هر موقع شروع شه بهتون اطلاع رسانی میکنیم. فعلا برو بریم. آقا خیرسه بود تو. آقا خیرسه میزنم. میزنی؟ این که نمیزن. تو میزنی؟ نه کوفت. بله بریم. با چی پیدا نیست لانسه خرگوشیه. کیبوردم راستش بچه خراب شده، موسم سالمه، فقط عقب جلو نمیره دیگه. می چی میگم، دکمه جلوش کار نمیکنه. تا کیبورد جدید بخرم و آره فقط عقب میره، راست میره، چپ میره، همین. خب چرا خوشنار دیگه هاردکورش هم بریم، خیلی حال میده هاردکورش. یه مپ فکر کردم آیرونه یه مپ هاردکورم دارم، یه 2-3 روز بازی میکنم و خوش میگذره.
هاردکورش خیلی حاله، مخصوصا تو استریم بریم عشق کنیم. تو استریم که قرار کالاف بزنیم، همه بازی ها رو میریم کالاف میزنیم، دیگه ماینکرافت میزنیم، GTA میزنیم دیگه. فقط میزنیم. این چی میگم؟ فعلا بریم خانه، چیز خاصی هم به دست نیاوردیم. بس کو بخوابیم. آقا یکم از خونه دور شدم، به به اومدم این برای غذا پیدا کنم. حالا 2 گوسفند کشتیم، یه دونه مرغ کشتیم. بریم ببینیم. درست بریم ببینیم دیگه چی پیدا. بریم خانه البته. آره دیگه ببین غذا الان نداریم. خب بازی جا بدی ما رو اسپان کرده، غذا کم پیدا میشه، بعد این پیامد بعدا دردسر میشه. وای آقا رسیدیم خونه. من خرگوشم کشتم ولی متاسفانه دوست ندارم. و با همین لوتا آمدیم خونه دیگه. خوبه دیگه لوتا خوبه. من این مرغ بپزم یه لحظه. خب این مرغ بپزم بود این دارم نه خوشی. آج این تکسچرش خیلی باله. اینا هم که هم نرسیدن. یه دونه دیگه بده شلوارم بسازم. شلوار اینم شلوار. نمیدونم چرا چیز آورده ست فلز آورده، ولی ببین ست فلز اما آیرونیه. خب یعنی آیرونی که زودتر پیدا میشه. نه لباسش با آیرونی فرق میکنه نه شمشیرش، فقط رنگش فرق میکنه. یعنی همون ست آیرونیه، هیچ فرقی با هم نداره. هر دو یکی هن. خوبه دیگه آجی بد نیست، ولی چه کاریه. فلزی بود دیگه، تو رو چی کار داشت اصلا مشکلت. خب بس یه همون ویلیج است. آره همونه. یس همونه، ولی من اینجا رو فقط نون میدی بابا. یه لوت بده، لوت درست حسابی بده. آی ما از هم اینجا میکنیم بریم داخل. گنگمون زیاد. آقا دیدی گنگمون زیاده. اینجا هم که دیگه گشتم. چیا داری؟ اوکی بخوره تو سرت داشتم. تو چی داری؟ بیا بابا میخوام ازت خرید کنم. خره 4 تا سیب زمینی میگه بده، یه دونه امرالد بدم. بقیه این چیه؟ میده بابا این آب واتره چیه؟ نیست دمت گرم. و اینکه بچه مثل هر یه دونهش 2 تا میده. اینم جالبه. ببین هیچ کدوم با هم فرق نمیکنن.
یعنی هر الان کن من الان کلام آیرونیه خب لباس من به چیز کنم ست مسی چیز داشته مسی ست فول مس داشته باشم اینجا میبینی لباسمه اینجام یکیه ست فول آهن هم داشته باشم هر دو یکیه و شمشیر و کلنگ و ایناشون هم اتکاشون همه یکیه یعنی فرق نمیکنه هر دو هم به یه زمان تموم میشن یعنی خراب میشن یعنی یه جورایی یک همونه خرس ماهی بده جان مامانت ماهی بده نمیدونم چرا ماهی داد آقا خرسه ببخشید من نمیخواستم تو رو بخورم این داری منو بخوره تو بچه داری آقا خرسه برو نه بچه داری میگم تو بچه داری خب خرگوش قرچم به درد میخوره ها واه چقدر ماهی داد پسر بریم بیس واه ولی خرسان غذامونو میتونن تأمین کنن تا یه جایی برو خب کجا بودیم ها این خرسان میتونن تا یه جایی غذامونو تأمین کنن میصرفه من فعلا اینو بزنم بفزه آقا فول آیرون شدیم حتی نصف اون مسا ولی همونجا که گفتم مس هم آیرونه و فول آیرون شدیم به به من چیز بسازم تمام به به انا که اینجا اینجوری داشتم نشون میدم وی بید خب بریم این باخچه هم نرسید ققا نون داریم بگیم به درد نمیخوره من رو بذارم اینجا بعدم بفرزم خب بریم بالا استخوان ایول استخوان نیاز داشت بریم استخوان نیاز داشتم باز کن من برم بابا این چی میگه اینا روش کرده آقا تا همینجا به نظر من کافیه امیدوارم که لذت کافی برده باشین و قبل اینکه بریم سوی پایان ویدیو حتما لایک و شیر کنین کانال رو دنبال کنین و زنگوله رو بزنین که ویدیو گذاشتن بخیر بشین حتما هم جوین کانال روبیکان بشین لینکش داخل توضیحات هست و اینکه امیدوارم از این ویدیو خوشتون باشه تا ویدیو دیگه و یه عشق بازی دیگه تو ماینکرافت فعلا بدرود.